بچه ها، امیر گیمر هستم. توی ویدیو میخواستم رمز رفتن کم شدن ستاره های پلیس رو براتون آموزش بدم. بچه ها، اول ما کاری کنیم که پلیس بیافته دنبالمون. خب الان پلیس افتید دنبالمون. خب اگه تو نقشه نگاه کنید الان پلیس افتید دنبالمون. بعدش با گوشیمون رو در میاریم، تماس رو میزنیم، بعدش هم مربع بهش میزنیم 1999 5299 3787. بعدش هم ستاره های پلیس کم شدن و دیگه نیستن. یه بار دیگه براتون توضیح میدم اونایی که نفهمیدن. آقای بچه ها، اول بسیم من پلیس رو دنبالم. خب اگه بالا نکنه پلیس رو دنبالم. گوشیتون رو در میارید، تماس رو میزنید، مربع 1999 5299 3787. اینو که زدید ستاره پلیس دیگه میرن. اگه ستاره پلیس داشته باشی باید 3 بار رمز رو بزنی. حالا بستگی به تعداد ستاره ها داره. بچه ها، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای دیگر، خدا حافظ.